امروز میخوایم ما هم یه همبرگر دستساز خونگی درست کنیم که طعم و مزه‌اش همیشه توی ذهنت بمونه. فقط کافیه دکمه سیو بزنی و کپشن این آرد سوخاری خونگی هم تو پست قبلی بهت آموزشش رو دادم که برات کلی کاربرد داره. حسابی گوشتتو ورز بده و چند تا ضربه بزن به ظرف تا گوشتت جمع بشه. اگر میخوای همبرگرت یه دست خوشگل بشه همشون رو وصل کن که یه دست بشن. داخل صفحه گریل یا تابه داغ گریلشون کن و اینجوری بپز. به همین راحتی همه این موادی که توی کپشن می‌نویسم میتونی با گوشت مرغ درست کنی، یعنی برگر مرغ داشته باشی. مواد میانی ساندویچ کاملا سلیقه‌ایه. خیارشور و گوجت رو خورد کن، میز کار رو تمیز کن. خوردن نون همبرگر و ساندویچش برای بچه‌ها سخته. پس در نتیجه من توی این نونای لواش خیلی گرد و سبک درست کردم. یکم ابتکار به خرج دادم. اینجوری جمعشون کردم. حالا میتونم گریلشون کنم یا نه همونجوری سیوشون کنم. یه نوشیدنی دلچسب و گوارا با یخ سفارشی بزن به بدن دکمه سیوشم بزن. اول کوچولوی خونه بعد تستش کنه. ممنونم، خیلی خوشمزه بود. نوش جونت بشه.